کاری نزاکت اشورова از همکسبانش فرق میکند. او آماده کمک به آنهایی است که توانی مالی کوتاه یا آرایش دادن مویشان را ندارند. برایشان رایگان خدمت میرساند. از خدمت او به حیث آرایشگر بیشتر آنهای رایگان استفاده میکنند که با امر تقدیر باشنده خانه سالمندان و یتیم خانه ها شدند. وقتی من میبینم که آنها میخواهند و ندارند، این بسیار یک تاثیر بخش است. برای خیلی آدم‌ها کمک کردن، آنها میندار میشوند، آنها خرسند میشوند. امروز نزاکت مویهای یکی از باشنده های خانه پیران سالان را آرایش میدهد. او از تصمیم نزاکت استقبال میکند. در این مدت که اینجا قرار دارم، نزاکت دائما ما را خبر میگیرد و به ما خرسندی میآورد. هر زن با وجود بیماری میخواهد که زیبا باشد. نزاکت به ما کمک میکند که آن نمودی ظاهری که قبلا داشتیم به ترتیب آوریم و به اطرافیان و دختران خوب نماییم. نزاکت اشورова به جز از خدمت رسانی رایگان به افراد کمبیزوات و پیرانسالان و یتیمان در کاشانه حسن در مرکزی پایتخت فعالیت میکند. با گفتش او این کار خیر را بعدی آرایش مویی جوان دختر شروع کرد که امکانی مالی نداشت اما آرزوی زیبا بودن میکرد. این کارش برای او حس خوشحالی بخشیدن به دیگران را بیشتر کرد. دختر آوردم به توی عروسیش ویرو فسان کردم، آرا دادم. دختر خوشبخت شد، حاضر اویله‌دار، صاحب 2 فرزند. از همینجا اقدام من سر شد. او اقرار می شود که در اول از این کاری خیرش نمیخواست کسی آگاه شود، اما بعدا درک کرد که با این راه می تواند دیگر همکارانش را به این کار جلب کند. حاضر در کمانده ما بیش از 5 نفر هستیم. ما رفته من دیروز ما در خانه پیران سالان بودیم، در اونجا دخترک و پسرکان رو پس کردیم، اونها هم شاد شدند. نزاکت تجربه 8 ساله آرایش زنها را دارد. هدف اساسیش در برابر تأمین زندگی کمک به یتیمان و کمبیزواتان نیز می باشد.